رایدهی ابتدایی چند ساعت پس از مراسم دفن سناتور لینسی گراهام، یکی از مؤلفان اساسی این قانون و پس از ملاقات رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی با سناتورها صورت گرفت. رئیس جمهوری اوکراین در تالار سناتی آمریکا حضور داشت و جریان رایدهی را تماشا کرد. سند قانون لینسی گراهام درباره تحریم‌ها علیه روسیه و ایران در سال 2026 نام دارد. در صورت قبول این سند به پرزیدنت دونالد ترامپ حق می‌دهد که از بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه تا 200% باج علاوه‌ای ستانند. همچنین تحریم‌ها بر ضد مؤسسه‌های مالیوی روسیه، نخبگان سیاسی و افراد ثروتمند زیادتر خواهند شد. قانون تحریم‌ها را علیه ایران نیز تا سال 2031 تمدید می‌کند. اما این سند باید در مرحله نهایی در سنا تصویب شود و سپس برای بررسی به مجلس نمایندگان آمریکا رود. هنگام بررسی وکیلان آمریکایی گفتند که این تنها یک بسته نوبتی تحریم‌ها نیست، بلکه یک تلاش استراتژیکی برای محروم ساختن ولادیمیر پوتین از منبع‌های مالیوی جنگ در اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی پس از ملاقات با سناتورها این پیشنهاد را بسیار مهم خواند. این بررسی پیشنهادهای زیاد درباره افزایش کمک به اوکراین داشت. ما سپاسگزاریم زیرا این طرح اهمیت زیاد دارد. فشار تحریم ها بر روسیه بسیار مهم است. این اقدام تنها درباره پول و پیشگیری از مبلغ گذاری روسیه در این جنگ نیست، بلکه یک پیام قوی به اروپا، یک پیام بزرگ به اوکراین و پشتیبانی مهم از مردم ماست. بنابراین من خیلی منت دارم. امیدوارم که به نتیجه مثبت میرسیم. و در عین زمان تاکید کرد که احتیاجات اساسی نظامی اوکراین در حال حاضر سیستم‌های دفاعی هوایی میباشند. ریچارد بلومنتال، وکیل از حزب دموکرات که 1.5 سال با لینسی گراهام سر طرح قانون کار کرده است، رایدهی را پشتیبانی استوار و بزرگ از اوکراین نامید. وی گفت: طرح این قانون به ولادیمیر پوتین میگوید روزهای جنگ تو به پایان میرسند. تو در طرف شکست خوردگان هستی. بهتر است که حالا سر میز مذاکرات بنشینی، نه اینکه جان مردمی بیشتر را قربان کنی، پول بیشتر را بیهوده صرف کنی، اقتصاد کشور را ویران کنی و آبرویت را در جهان از دست دهی. امریکا در کنار اوکراین است. یکی از نکته‌های محوری این قانون توجه به کشورهایی میباشد که با وجود جنگ هنوز هم از روسیه نفت و گاز میخرند. بلومنتال گفت این سند بر رئیس جمهوری آمریکا حق میدهد که از 5 خریدار بزرگترین نفت و گاز روسیه و کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها به مسکو کمک میکنند تا 200% باج ستاند. چین و هند از جمله همین کشورها هستند. با وجود رأی سنا این قانون باید یک مانع دیگر را بگذرد. مجلس نمایندگان آمریکا پس از تعطیل ماه آگوست به کار برمیگردند. از این رو تصویب نهایی آن کمی به تأخیر میافتد.